دریا می شد، گوهر گم شده پیدا می شد. خب در نبودی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکفت. عرض ادب و احترام خدمت آفریدگان ایران، خدمت شما همینانم. سپاسگزارم از همه مراحمتون. آقای امیر شهرتی کارگردانی برنامه رو به عهده داره، برنامه کلان دیگه، تعداد شرکت کنندگان و مجموعه کارهای فنی که این برنامه میبره و از بابت عزیز صمیمانه سپاسگزارم. همونطور که قبلا هم بهتون توضیح دادیم قرار بر این شد که هر هفته شما آشنا داریم میشه در قلباب میکنه تقدر آقای ابراهیمیان درود بر شما. هموطن یهودی عزیز آمدیم، میخوایم مهمون شما باشیم، ببینیم چه کار میکنید، خورد و خبتتون از کجاست، چیجونه، فکرتون چیه، در اندیشتون، خانواده سلوکشون، رفتارشون با هم چگونه است، یا بقیه دوستان آقای اوسپیان، آقای آزادراد به عنوان آدمی که اعتقادات مذهبی نداره. بسیار حق داره، هر ایرانی حق داره هر چون که دلش بخواد فکر کنه. جناب آقای دکتر قاسم جنگن و چنگ به صورت هم بزنن و یه نفر این وسط پیروز از بیرون بیاد و نه، این گونه نیست. درود بر آقای دکتر ملیک حسپیان. با سپاس فراوان قربان، دست پر آمده ایم از سیدنی استرالیا تا عرض کنم شیراز. عجب، سیدنی تشریف داشتی؟ نه قربان، ما یه شبکه‌ای داریم که از فیسبوک و توییتر و یوتیوب قوی تر است و آقایی هستن در ایرانی از ارمنها در سیدنی استرالیا به نام آقای ادوین پیره. ادوین پیره ایشون یک طراح معروفی هستن در استرالیا، خب که مانند بیژن که اینجا بودن. بله و قول دادن که برای هر یک از اعضای پنل یک کروات طراح خودشونو که در استرالیا معرفه بفرستند و اما جریان این است که ایشون بر اثر نگاه کردن به برنامه‌های مذهبی جناب آقای یاران میبودی و تفاهم بین مذاهب یهود، زرتشتیت و بهایی و مسیحیت، ایشون یک نامزد بهایی کردند و به زودی ازدواج بهجت اثر ایشان یک ارمن و یک بهایی، یک ارمن با یه باش. چقدر جالب. یومنشم برای چیز هست به اصطلاح پنل. من گفتم هر چه زودتر کروات ها رو بفرستن، چون اگر اوضاع به هم خورد کروات های ما هم دیگه حالا حمله بر این نشه که شما چی کردید. طبعا بنده در یه عتیق فروشی رد می شدم، کجا بود خدایا، پالم اسپرینگ، دیدم که یه تابلو قدیمی شراب سازیش و چیزی بالایی مثل که 200 نوع شراب شیراز فقط تولید میکنه. آقای نادر آزادراد درود بر شما. تو خونه دارم، یادم باشه بیارم میشونتون بده. درود بر شما و بینندگان برنامه شما. من هم دست پر اومدم با اجازهتون. آفرین، همه با دست پر، چقدر خوب. خب شما با عرض شد که البته انجیل بنده را گرفتن ها. این دست خالی اومده انجیل چقدر آفرین. انجیل شما دست بگیریم. آفرین. دستمون پر میشه. آفرین. خب بفرمایید. عرض شد که میگه این خداوند در اولد تستامنت یا تورا در آفرینش بله 26 یعنی آیه 26 بله میگه انسان سرانجام خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم و بالاخره انسان را شبیه خود ساخت. بله. یه جامعه شناسی، یک آنتروپولوژیستی که مطالعه میکرده روی باورهای اقوام مختلف، پس یه مردم شناس متوجه شده بود که در پاره از قبایل اینها لیدرشون یا خداشون یا به طور کلی سر کرده مذهبیشون مرشدشون از این آدم یا از این با مجسمه
با چوب ساخته بودن در معبد. این چند تا معبد مختلف رو که در بین قبایل بررسی کرد، یه نکته رو متوجه شد که چقدر شبیه هست مجسمه هایی که میسازن با نوع قیافه و صورت و اندام باور کنندگان این مجسمه. مثلا اگر در یه قبیله میرم که قدشون کوتاه بود، لبای کلفت داشتن، خودم کوتاه قد، خداشون هم کوتاه بود و یا بلند بودن خداش. درست. بعد بلافاصله به این نتیجه رسید که این خدا نیست که انسان را شبیه خود می‌سازد، بلکه این انسان است که خدا را شبیه خود می‌سازد. بنابراین برای اینکه خدای خوبی داشته باشیم باید خوب بیندیشیم، برای اینکه خدای مهربانی داشته باشیم. بنابراین اقوامی که اصلا همه چیز در خود ماست. بله. بنابراین شما ملاحظه فرمایید اقوامی که در فرهنگشون مهربانی، محبت، مهمان نوازی، بزرگواری هست، خداشون دارای همین صفته. یا در قبایل اقوامی که حسودن یا جنگجو هستن یا اهل آدم کشتن هستن، انتقام جویی، کین توزی، خشونت درشون هست، خداشون هم دارای همون خصوصیت. بنابراین این نکته رو شما در نظر بگیرید. با توجه به این مسئله می‌بینیم که بسیاری از دین باوران، اونایی که دامنه اطلاعاتشون وسیعه، یعنی تونستن با به بقیه اقوام، بقیه باورها، بقیه ادیان رابطه انسانی برقرار کنن، اینا در رفتارشون یک نوع تسامح، یک نوع محبت، یک نوع پذیرش وجود داره. حتی در بین علمای خودمون هم میتونیم ببینیم بسیاری از فیلسوفان اسلامی مثلا صدرالمعلی، این یه آدم یا فرض که خرقانی مثلا ابوالحسن خرقانی یا بسیاری از بزرگان سرزمین خودمون، اینا نسبت به سایر اقوام، سایر باور کنندگان و پیروان ادیان دیگه یک نوع در حقیقت ملاطفت و تقربی روشون میدن. نکته‌ای که خواستم پایانی به تو عرض کنم، بنده در بنیاد ایمان که بس کماکان تشریف بریم اونجا. نه، من گاهی اوقات میرم، بسیار دوستان خوبی هم اونجا. این دفعه با آقای عبدالعلی بازرگان، پسر آقای مهدی بازرگان ملاقات داشتید؟ ایشون ماهی یک مرتبه درباره قرآن صحبت میکنه. کتابخونه اونجا پر از نوشته های پدرشون خود ایشونه. گفتم آقا من پیشنهادی دارم با ایشون در جمع جلسه. گفتم من به عنوان کسی که فکر میکنم کم از پدر شما با قرآن آشنایی ندارم، یعنی قرآن رو خوب میشناسم، اما سوالاتی دارم. چند تا سوال ازش کردم. گفت من فکر کردم الان عصبانی میشه یا خیلی خونسرد و بسیار مرد متین و خونسرد. اتفاقا با استقبال روبرو شد. اولین سوالی کردم، گفتم پدر شما اگر قرآن رو خوب بلد بود، وقتی که در سوره نساء آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم که برخلاف دوست عزیزمون که شأن نزول این آیه را قبول نداره، اتفاقا شأن نزول این آیه مهمه، برای که در قرآن دائم تکرار میشه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی اطاعت کنید فرمان خداوند رو و فرمان پیامبرش. فقط در یک سوره نساء اولی الامر رو برده، اون هم شأن نزولش خیلی مهمه. شأن نزولش این بوده که وقتی که پیغمبر اسلام در یثرب، یعنی در مدینه امروز، اختلاف پیدا میکنه با یهودیان و میخواد که یهودیان شهر رو به اصطلاح ترک کنن، دو نفر مأموریت داشتن سردسته لشکر اسلام، یکی آقای خالد ابن ولید، یکی هم آقای عمار یاسر. اینها مأمور بودن که مطمئن بشن که اینا چیزاشون جمع میکنن و دارن میرن. عمار یاسر میگه که یه خانواده یهودی گفتن ما مسلمان شدیم و چون اینا مسلمان شدن من نمیتونم اینا رو از خونه بیرون کنم، از شهر بیرون کنم. آقای خالد بن ولید میگه نه، اینا باید قبلا مسلمان شده باشن. با اینها اختلاف نظر پیدا میکنن این دوتا با هم میان کار پیغمبر اسلام اختلاف رو مطرح میکنن. پیغمبر اسلام این آیه رو به اصطلاح نازل میشه برش اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی وقتی دچار اختلاف شدید، اختلاف نظر پیدا کردید، اول به فرمان خدا بیاندیشید،
بعد به فرمان پیغمبرش و اول الامر معنای حکومت آخوند نیست. چرا آقای بازرگان پدر شما سکوت کرد در ولایت فقیه در ایران؟ اگر شما پدر شما واقعا اعتقاد به قرآن داره چی گفت؟ هفته ما جواب به شما میدم. تشکر. قربان دو تا آقای بیات نه بعدی صحبت آقای بیات درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی. خیلی وقت گرفت آقای عادل آزاد. ما هم دو اعتراض به فرمایشات ایشون داریم. درود به دوستان عزیزم که دور میز هستن اینجا و همچنین درود به دوستان عزیزم که امروز اینجا نیستند. بله واقعا جاشون خالی و جناب حمید میرزا که جاشون خالی هست. ادب و احترام من به همه همیهنان عزیزم و همه فارسی زبانان هر کجای این دنیای بزرگ که هستن. در طول این هفته من پیام‌های خیلی زیادی دریافت کردم از همه جا که بیشتر پیام‌ها ناشی از حکایت از این که دارن میفهمن هدف این برنامه چی هست. خیلی سبب خوشحالیه. هنوزم گاهی دوستانی هستن که فکر میکنن ما ادعای تخصص دینی داریم و اومدیم اینجا راجع به دین حرف میزنیم، در حالی که ما باورمندانی هستیم اینجا که نظرمون رو درباره مطالب روز که بعضی از این مطالب مذهبی است و بعضی از مطالب کاملا غیر مذهبی است مطرح میکنیم. و باز این نکته رو تکرار میکنم که این برنامه مذهبی نیست. این برنامه‌ای هست که باورمندان مذاهب و نظریات مختلف با هم می‌نشینن درباره مطالب مختلف هم فکری میکنن تا نقاط مشترکمون رو با هم دیگه پیدا کنیم. در ضمن تشکر میکنم از این دوستان عزیزی که این همه به من محبت میکنن، برای من کراوات فرستادن. فکر میکنم بعضیا کراواتایی که من میپوشم دوست دارن یه چیز دیگه باشه که بله تشکر میکنم. دوست عزیزی برای من جدول کلمات متقاطع درست کرده با اسم من که بسیار زیباست. اینو مدت‌ها قبل برای من فرستادن، فرصت نبود تشکر کنم، الان تشکر میکنم. و در ضمن امیدوار هستم که امروز جناب میبودی به همه ما وقت بدین که سوالاتی که ازمون شده بتونیم پاسخ بدیم. خیلی متشکرم. آقای دکتر ابراهیمیان درود بر شما. درود به شما و به همه بینندگان و شنوندگانتون. مطالبی که شما انتخاب میکنید بعضی هاش اینقدر اساسیه و مردم باید توجه داشته باشن که از این چیزهای خیلی اصلی، اصولی، پایه‌های اولیه فکری است که ما دنیای خودمون میسازیم. مثلا در مورد همین مطلبی که مورد بحث امروز هستش مورد مقدمه عرض میکنم. بله. مورد توجه خواهد بود که افراد توجه داشته باشن که بعضی از مذاهب ممکنه که به اصول دین اهمیت بدن، بگن که مثلا مهمه که اصول اولیه دین چیه، چند تاست. یهودیت هم به این اصول اعتقاد داره، ولی همینطور که می‌بینیم که در خیمه یهودیت کسانی هستن که اصول دینشون رو در طول زمان عوض کردن یا محدود کردن یا کوچیک کردن و بزرگ کردن، از این خیمه بیرونشون نکردن. یعنی بدون که تکفیر بشن. تکفیر نمیشن. مثلا به نمونه خیلی ساده عرض میکنم. مثلا تکفیر هست در یهودیت؟ تکفیر نیستش، ولی یعنی کسی رو برانن بگن آقا تو دیگه از جامعه یهودیت در تاریخ بوده که کسانی رو از جامعه بیرون کردن و نه اینکه فیزیکلی اذیتش بکنن، بگن آقا تو جزء ما نیستی. You don't believe our belief. اعتقاد ما یکی مثلا یه دو نمونه میتونید بگید که چه کرده بودن؟ مهمترین شخصیت تاریخی که این کارو باش کردن اسپینوزا بود که زمینه خیلی وسیعی داشت. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه یهودیانی که به هلند رفته بودن، یهودیانی بودن که در سال 1492 از اسپانیا رانده شده بودن. خب و یکی از کشورهایی که اینا رو پذیرا شد کشور مسیحی هلند بودش و در اونجا اینا تونستن که واقعا جا بگیرن و زندگی بکنن. افکار اسپینوزا و ادعایی که میکرد نه فقط ایجاد اشکال در تفکر یهودیای اونجا میکرد، اشکال عمده ایجاد میکرد در رابطه‌ای که یهودی‌ها با مسیحی‌ها داشتن. و شیوخ یهودی، شیوخ یا رباهای وقت اون کنیسه یهودی در آمستردام تصمیم گرفتن به صلاح جامعه یهودی هستش که ایشون در این کنیسه نیاد. عجب. و این اصلش یه مقدار زیادم بسیار پولیتیکاله، برای اینکه واقعا می‌خواست سوروایو کنه، می‌خواست زنده بمونه. ولی خیلی زود در دورهای بعدی از ایشون معذرت خواهی شد و افکار ایشون امروزی که از شاخه‌های اصلی تفکرات یهودی است، ولی معلوس اون موقع این اتفاق افتاده. مطلبی که خواستم عرض بکنم این بود که مثلا در وقتی که تورات گرفته شد یک کسی برام هارامبام که من بارهای بار دربارش صحبت کردم، بهشون در بین سالهای 1100
35 تا 1204 زندگی کرده. ایشون وقتی که همه یعنی حدود 1000 سال پیش. بله، ایشون خصوصیتی که داشته اینه که یک مغز خیلی استثنایی داشته، همه چیزی به خاطر میسپرده، کراس ایندکس میکرده. این کاری که کرده در یه آدم کرده در عمرش، وقتی توجه میکنیم امروز بخواید انجام بدن ممکنه بعد یه اکادمی 100 تا پی اچ دی بتونن در همه عمرشون این کارو بکنن. یه نفر این کارو کرده. این اصول یهودیت رو موقع 13 تا توضیح داده که من اعتقادم اینه که یهودیت 13 تا اصل داره، برای خودش شمرده 13 تا. نگاه میکنیم که در قرن 17 هم توی ایران، توی شهر کاشان، یه ربای یهودی که اونم فیلسوف بوده، اونم اطلاعات زیادی از علوم زمان خودش داشته، به نام ربی یهودا بن العازر، این اومده یه کتاب نوشته که کتابش رو اتفاقا یکی از استاد فقید نتسر ترجمه کرد، امنون نتسر، و در دانشگاه اورشلیم بیرون آورد. و این فرد اصول یهودیت رو از 13 تا به 4 تا تقلیل داده و این نه در جامعه اینو طردش کرده، نه بیرونش انداخته، بهش هم احترام گذاشته، کتابش هم خونده، عالم میخونن، بعدش چیز یاد میگیرن. در بیرون از دنیای یهودیتی ایرانی میشون شهرت داره یا بله بله. الان مخصوصا با نوشتن این کتاب و ترجمهش ایشون کاملا شناخته شده و یکی از واقعا سرشناسان جامعه یهودی ایران هستش که به دنیا داده. مقصودم اینه که در بحثی که ادامه خواهد داشت ان شاء الله امروز، بحث درباره اینکه این اصول درسته که وجود داره. این مسئله اعتقاد، ایمانه. ایمان در یهودیت هر چقدر که مهم باشه به اندازه عمل مهم نیست. عمل مهم. ایمان اهمیت داره ولی اهمیتش به اندازه اکشن و عمل نیستش. ولی مطلبی که امروز صحبت خواهد شد این مسئله خیلی کلیدی است که ما میتونیم که با وجودی که دنیا ما و اسلام و مسیحیت رو جز یک گروه میشناسه، یک خانواده میشناسه، معلومات ما در مورد مسائلی که امروز صحبت میشه با اونا اختلاف نظر کاملا مخالف داریم در مورد آخرت. و این بحث امروز به احتمال قوی جالب خواهد بود چون بر اساس اکشن گذاشته شده نه بر اساس ایمان. تشکر. آقای آصفیان چیزی می‌خواستید بگید؟ بله بنده چندین اعتراض دارم. دو اعتراض بزرگ به آقای دکتر نادر آزادراد. یکی که ایشان به من اشاره کردن و انتقادهای تو هم با عشق نیست؟ ایشون در شمس تبریزی انتقادهای ملی ایشان به من اشاره کردن و فرمودن که حقیر از شأن و نزول برخی از آیات قرآن کلام الله مجید بی اطلاع هستند و معترضند. نه ایشون منظور شما نبود. باید عرض کنم که بنده از منظورشون شما پس. خب دومی چی بود؟ چشم. عرض کنم شما همه استنباطات من فکر کردم شما دوچار نسیان کهولت شدید و بنده مسلمان نیستم. دومی این که در پنل از هر دین و بیدینی که آقای آزادراد باشن یک نفر پرزنتاسیون میکنن. این هفته ایشون نیست که سرتاپا اسلامی شدن و در موارد اسلامی. اجازه جواب بدم. آقای دکتر شیرزاد ابراهیمیان همین الان فرمودند اهمیت ایمان به اندازه عمل نیست و عمل مهم است در یهود. این مخالف بالکل مخالف آنچه است که در تورات نوشته شده و اگر اینطور بود پس در صحرای سینا وقتی که یهودیانی که در اومده بودن به وسیله موسی ایمانشون را دست دادن و به عمل پرداختن و یک بت درست کردن و اونا پرستیدن. من فکر نمی کنم که عرض کنم افکار و تراوشات فکری افراد اولترا کنسرواتیو و اولترا دگر اندیش یهودی در مورد کنار گذاشتن تورات و نزدیک شدن به تلمود چیزی بوده که یهود را 4-5 هزار سال نگه داشته تا به این درجه بین المللی برساند. علت وجودی یهودیان تورات بوده است نه تلمود. حالا خب عرض کردم دگر اندیشان بسیار تشکر. خب از نازدچارگری عبور میکنیم. آقای نادر آزاد که از وقتش استفاده کرد. من یک جفاز جواب بدم اگر اجازه بدید کوتاه. 30 ثانیه میتونیم. ببخشید. عرض شد که نه من مژدگانی که گربه آبس شد در اونجا گفتم فکر نکنید که مژدگانی که گربه، من در کافری خودم با ایمانم اما من به حقوق انسانی ایمان دارم. آدم با ایمانی هستم نسبت به حقوق انسان ها. من
علیرغم هر نوع باوری که میخوان داشته باشن، مسلمان دینش انتقاد به جای خودش، اما حقوق انسانی مسلمانان باید مورد توجه قرار بگیره. نه بهشون، نه به باورهاشون توهین باید کرد، بلکه باید موقعیتی فراهم کرد که در بحث و گفتگو اجازه انتقاد ما داشته باشیم. با قربان 22 ثانیه هم به بنده بده. کاش که در مورد بقیه ادیان هم همین حقوقشون رو محفوظ نگه داشته بودیم تا این قرن‌ها. در مورد باهائی‌ها که واقعا 160 سال کاش که همین نگاه رو داشتیم. خیلی مشکل. قربان 18 ثانیه هم به بنده برای جواب دادن. 18 ثانیه. قربان این اعتراض به بنده نیست. شما میخواهید وقت زیادتری پیدا کنید صحبت کنید، به حساب من نذارید. خب برمیگردیم و بعد باید بریم سراغ خانم دیدار. فیسبوک ما هم یعنی روی فیسبوک یک سوال کردیم بعد از اظهارات آقای مشایی که آیا دو نوع اسلام وجود داره، اسلام ایرانی و غیر ایرانی. شما میتونید در نزدهای شرکت بکنید. فکر میکنم یه حدود 70% شرکت کنندگان گفتن خیر، یه اسلامه و نه دو اسلام. قبل از هر چیز بینیم به سراغ کی؟ به سراغ سرکار خانم دیدار عزیز. ما سایتی داریم روی فیسبوک به نام دیدار یاران. شما میتونید مراجعه کنید، شرکت بکنید. حضور که از کنم الان من اینو بگیرم. خب بعد خانم دیدار خیلی لطف میکنند و مدیر دبیرخانه این سایتن، یعنی مجموعه نامه های شما، مقاله های شما، پیغام های شما رو الان روی خط هم صدای خانم دید. درود بر شما خانم دیدار عزیز. درود بر شما جناب عبادی. خسته نباشید. شما خسته نباشید. چه گزارش جامعی خواهش کنم نشون بدید. چه زحمتی میکشه سرکار خانم دیدار. بعد این گزارش که برای همه اعضای پانل فرستادن از مجموعه نامه های شما چندین صفحه است و که شما چی گفتید، چه پیام هایی دادید، چه درخواست هایی دارید و اینم فوق العاده است. فکر میکنم به اولین بار در تاریخ ملی ماست که افرادی درباره مسائل مذهبی با هم تئاتر فکر میکنن، با هم بحث میکنن، گفتگو میکنن. قبلا هم چیزی وجود نداشت، اونم به طور آزاد و خوشبختانه ادبیاتی که به کار میگیرن ادبیات قابل احترامه. نیست دیدار خانم دیدار اینجوریه دیگه نیست؟ بله واقعا صفحه خوبی داریم و من لذت میبرم از خوندن نظرات همه دوستان و بینندگان و امیدوارم که تعداد بیشتری از افراد بیان و در این صفحه عضو بشن و با نظرات هموطنانمون در نقاط مختلف دنیا راجع به ادیان مختلف آشنا بشن. چقدر عالی. خب ما سراپا گوشیم گزارش خانم دیدار رو میشنویم. مرسی جناب میبودی که به من وقت دادین که بیام و دوباره گزارش بدم این هفته در نظرخواهی که داشتیم در مورد اینکه آیا فکر میکنید که دو نوع اسلام وجود داره، اسلام ایرانی و غیر ایرانی. نزدیک به 70 نفر رأی خیر دادن و معتقدن که دو نوع اسلام ایرانی و غیر ایرانی وجود نداره و 30% رأی دادن که بله با این قضیه موافق هستن و اینکه نظراتی که دادن و تفاسیر و تعابیری که کردن در زیر این نظرخواهی وجود داره که دوستان میتونن بخونن و متوجه بشن که برای چی هر کسی این تفکر رو داره. یعنی توضیح هم دادن که چرا ما اینجوری فکر میکنیم ها؟ بله تعداد زیادی از افراد. ما هر ویدیویی که میذاریم، هر نظرخواهی که میذاریم، نکته زیبا و قشنگش این هستش که مردم به صورت داوطلبانه و به صورت خودجوش میان و اونجا نظر میدن، با هم بحث میکنن، همدیگر رو نقد میکنن و این واقعا زیبا و جالب هست. ولی نکته جالب این است که در 98% موارد این هست که چقدر تحمل افراد نسبت به نظرات مخالف بالا رفته و اینکه مطمئن هستن که نظری که داده میشه ممکنه که مخالف میل خیلیا باشه ولی این نظر رو میدن و بقیه چقدر صبور و آروم این نظرات رو گوش میکنن و در جواب انتقاد میکنن و یا
اون رو تایید میکنن. چقدر جالب. در حالی که روز اول این گونه نبود اینها نتیجه ممارست در کار. روز اول بعضی بودن واقعا پرخاش میکردن، لحن خشنی داشتن، عصبانی بودن از مذهب، ولی به تدریج اونا هم نرم آرام شدن و با هم حرف میزنن، گپ میزنن، مطمئنن که اینجا یک سامانه آزاد. این خودش خیلی مهمه. بله. ما تعداد محدودی، شاید انگشت شمار از کسانی که واقعا این قوانین صفحمون رو رعایت نمی‌کنن رو مجبور هستیم که بلاک کنیم. البته چندین بار تذکر داده میشه که شما میتونید تا حدی که قانون صفحه اجازه میده انتقاد کنید، نقد کنید، سوال کنید، ولی اگر این انتقادات به صورت توهین، اهانت و یا استفاده از لغات نامناسب خودشو نشون بده، ما مجبور به بلاک کردن این افراد هستیم. بله، کاملا قابل فهم. خیلی ممنون خانم دیدار عزیز. ممنون جناب میبودی. هفته گذشته که اعلام کردیم که موضوع این هفته در مورد بهشت و جهنم خواهد بود، بله. دوستان زیادی رفتن و اونجا برامون کامنت گذاشتن. من از بینندگان دعوت میکنم که این کامنت ها رو بخونن و نظرشون رو در مورد بهشت و جهنم برامون بگن. نظرات خیلی مختلف هست. بعضیا معتقد به بهشت و جهنم عرفانی و معنوی هستن، بعضیا بهشت و جهنم رو اصلا قبول ندارن و یا بعضیا اونو یک معنی جسمانی و مادی میدونن و خیلی هم به بهشت و جهنم در همین دنیا اعتقاد دارن و میگن که بهشت انسانیت و در ذهن تک تک انسان هست. ولی در مجموع مباحثات قشنگ و زیبایی اونجا صورت گرفته. دعوت میکنم از شما دوستان و بینندگان که این مباحثات رو بخونین و اونجا نظرتون رو برای ما بذارین. خیلی ممنون. خیلی تشکر خانم دیدار عزیزم. روز خوش. روز شما خوب. امیدواریم یه بساط قهوه هم اونجا درست بخوریم روی سایت بود که وقت تشریف میارید. آقای بیات عزیز به من بفرمایید که بهائیان اجازه شرکت در انتخابات رو دارن؟ در انتخاباتی کشورهای مختلف جایی که هستن؟ آیین بهایی این افتخار رو داره که دموکراسی با تمام مفاهیمش حتی در درجه‌ای بسیار بالاتر از اون که ما در عالم سیاست در دنیا می‌بینیم در درون خودش وجود داره و بهایی ها به اون معتقدن و عمل میکنن و رأی دادن هم یکی از جوانب دموکراسی هست که باید چه و در هر سرزمینی که بهایی ها آزاد باشند که به عنوان یک بهایی برن رأی بدن و کسی کاری به دیانتشون نداشته باشه با کمال افتخار این کارو میکنن. منتها بهایی ها به حزب رأی نمیدند، عضو حزبی هم نمیشند، فقط به افراد رأی میدن به دلیل خصوصیاتی که اونها دارن. چون شما هر حزبی رو که فکر کنین خب یک مقدار از آرمانها و اهدافش رو ما میپذیریم و یک مقدارش رو نمیپذیریم. بنابراین رأی دادن به حزب مغایر با اهداف جامعه بهایی هست و آرمانهای جامعه بهایی و باورهاست. بنابراین افرادی که نظریاتشون از دید بهایان نظریات مناسبی باشه، خودشون انسانهای خوبی باشند، ما به اونها رأی میدیم. و در همه جای دنیا بهایی ها در انتخابات شرکت میکنن غیر از سرزمین هایی که خب اصولا بهاییان رو قبول ندارند. مثلا در ایران فرض بفرمایید حالا یه نفر بخواد بره رأی بده، خب میتونه بره رأی بده؟ اگر دلش بخواد میتونه بره رأی بده، منتها به شرطی که اون اجازه قبول بکنه. بله قبولش بکنن. بله وگرنه بهایی رأیشو بپذیره. بله وگرنه ما خودمون رو شهروند علاقمند به امور هر سرزمینی که درش زندگی میکنیم میدونیم و علاقه داریم به امور هر سرزمینی که هستیم، میخواهیم شرکت بکنیم در اونها. منتها نباید این به بهایی این تبدیل بشه که بهایی ها باید برن میگن دروغ بگن ما بهایی نیستیم بخوام برن رأی بدن. خب این طبعا برای ما قابل قبول نیست. آقای یوسفیان، بهشت و جهنم توی مسیحیت پل صراط هم هست؟ خیر قربان، اون در اسلام است. در اسلام. آقای آزادراد خب بهشت و جهنم بفرمایید ببینم در مسیحیت. قربان بایستی که به شما آفرین گفت از جهاتی بسیار و
در مورد توضیح این که چرا باید به شما آفرین گفت، من بس همه بگیم آفرین دیگه. آفرین. نه خیر قربان، عملا ثابت میشه. عملا پس ثابت. بگیرید خواهش عملا ثابت میشه. و برای اینکه شنوندگان گرامی به اصطلاح یک آمبیانسی در این مورد داشته باشن، غزلی از حافظ میخونیم: در خرابات مغان نور خدا این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. عرض کنم بعد از کنکاش و تفحص و ایمان به دیانت مسیحیت و غلو در سایر ادیان از کوچکی، خیلی عجیب است که در عرض این 2 سال بنده به نقش روح القدس بیش از هر وقت معتقد شدم. یعنی در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. و بسیاری از گفتارهای من درباره مسیحیت بدون شک با هدایت روح القدس بوده، من جمله امروز، چون من نتوانستم در فیسبوک موضوع امروز را که بهشت و جهنم هست بخوانم. و لذا شما فرمودید، من ناگهان باور بکنید اگر مردم چشمای الهی داشتن صاعقه را میدیدن، چون آنچه که من امروز آوردم درباره جهنمه، بهشت و جهنمه. عجب. خدای من شاهد است، یکی یکی براتون میخونم. عجب. و اینا چیزی نیست مگر هدایت روح. یعنی یک بهشت و جهنمی که در یک دنیای دیگری است. الان عرض میکنم یا نه در همین جاست. ببینید، ما دوستان ما در فیسبوک، ملت ایران بدبختانه هنوزم دقت ندارن که به گفتار دقت بکنن. عقیده شخصی نمیتواند یک اصل کلی باشد. و اگر فرضاً ما میگیم که در مسیحیت به شیطان عقیده هست، نوشته شده، نمیتونیم انکار بکنیم، مگر باید طوری توپیده اند که شما اصلا کوچکترین بویی از علم و دانش نبردید. مخواستم به این برادر عزیز بگم، بنده یکی از نادر کسانی در دنیا هستم که به علم و دانش پزشکی خدمت کردم. بنده بیماری هایی را در ایران تشخیص دادم که در تاریخ 2700 سال ایران وجود نداشته. مثلا یکی فامیلیال مدیترانیان فیور و دیگری البته وجود داشته، کسی تشخیص نداده. یکی فامیلیال تب خانگی مدیترانه‌ای، دیگری فامیلیال پولیپوزیس آف د کولون، چون این که بر مالک روده بزرگ، چون بنده اولین شخصی هستم که اندوسکوپی و کولونوسکوپی را تو ایران آوردیم و از جمله سفیر کبیر آمریکا را در مطب خودم بنده سیگمویدوسکوپی کولونوسکوپی آقای ریچارد هلمز که یک زمانی رئیس CIA بود. بعد از بازنشست شدن دوست آقای اردشیر زاهدی شدن وزیر سفیر کبیر آمریکا در ایران و ما ایشون را در مطب خودمون. کجا بود مطبتون؟ ویلا و کریم خان زن جنب کلیسا در سایه خدا بودیم. در سایه خدا بودیم. علاوه بر آن بنده اولین طبیبی هستم متخصص داخلی و جهاز هاضمه که در ایران ابدومینال دیالیسیس برای افرادی که اورمی داشتن و دستگاه دیالیز وجود نداشت که باید کلیه، بنده فقط یک شخصی بود، آقای دکتر بسیار نازنین در بیمارستان پارس بودن، ولی من خودم مریضای خودم رو میرفتم در منازلشون، چون اینها در هر حال. پس اگر ما یک چیزایی را میگیم، اینا لازمه که بدونیم اقلیت‌ها شخصیت‌هاشون چه خدمت‌هایی به کل جامعه کردن و معمولاً پنهان. و باز یک ایرادی دیگر به هموطنان درباره فیسبوک و بدبختانه نقش بزرگان ادب ایران را آقای میبودی چرا اینقدر دست کم میگیرن؟ من نمیدونم واقعا، شما باید بهتر حالا بعد از آقا بیات بپرسید. اولا به نظر من ادبیات ایران مثلا شعر فارسی عرفانی قانون تساهل نسبت به همه مذاهب. عجیبه ها، این همه ستایش از موسی، این همه ستایش از عیسی در تمام، در آثار حافظ، در مولوی، در مثنوی که به طور زیاد من علامت گذاری کردم یه چیزی تقریبا تمام صفحاتش اصلا اهمیت نداشته که، و این واقعا فوق العاده است، احساس افتخار بهش دست میده که این آزادمنشی تا کجاها بوده. بله درسته.
و باز هم در مورد رول روح القدس با اینی که اطلاع نداشتم بهشت و جهنم، همه چیز درباره بهشت و جهنم. خب اما بفهمید حالا بهشت و جهنم میخواد الان بگید. بریم دوباره این نهضتی سعی کنید در 3 دقیقه بفرمایید، چون تا 5 دقیقه هم الان صحبت کردید، 3 دقیقه بعد بحث. هنوز نرسیدیم به آزادرات. خب بفرمایید. هنوز به اسلام نرسیدیم. ولی با شیعه بفرمایید. برای خودتون اعتراض کنم با وقت شیعه خراب نکنید. چشم. از کنم 2 موضوع میگیم، 3 موضوع. یکی از زبان سعدی شیرازی، مصلح الدین مشرف میگوید یکی از صالحان بخواد پادشاهی را دید در بهشت و پارسایی را در دوزخ. و موضوع دیگه که ما از قاسم میداند، ما خوزستانی هستیم، از همون دبستان به ما گفتن که در فردوسی، در شاهنامه، در جایی نوشته است که بهشت زیر پای مادران است. لذا این آشنایی با بهشت یکی گفتار فردوسی است. خب در مسیحیت عرض کنم یک فردی به نام مهندس هویک نرسسیان که زمانی افسر گارد شاهنشاهی بودند و افسر گارد ملکه فوزیه ایشان را چیز می‌کردند، کتاب‌هایی نوشتند که واژه جهنم را اصلاً شکافتند که این جهنم کجاست. و خوب است که بدانیم تا اونجایی که ایشون اتود کردن اصلا جهنم یک واژه عبری است. حالا ریشه عبری داره یا ریشه ارمنی بماند. ولکن من رفتم در اورشلیم و این به اصطلاح محل تقریبی جهنم را با چشمم دیدم. جهنمی که در انجیل اومده و در مسیح گفت. یعنی بنابراین بهشت و جهنم در انجیل الان میگم این واژه گهنم آقای میبودی گهنم، خب این واژه جهنم خب عربیش شده گهنم، یک محلی بوده در اورشلیم. خب آشغالا رو میسوزوندن. اینا هیچکی نمیدونه، فکر کنم از یهودی‌ها هم ندونن. یک محلی بوده مثل حالا میگیم دامپ که آشغالا رو از در منزل ما پنجشنبه جمع میکنن میریزن تو کامیون میرن سرازیر میکنن لندفیل. پس واژه جهنم از اونجا اومد، از گهنم اومده. و بهشت بله، بهشت به اون صورت در انجیل نیست. ولیکن اون چیزی که وجود دارد ملکوت خداوند و زندگی بعد از مرگ که در یعنی ویژه آدمای خوبه، آدمای مؤمنه، بالاخره اونایی که بخشیده میشن. حالا تو اون بحث نریم، ولی اون افراد روحشون نه جسمشون که با باکره ها برند و اینو در روحشان روح ادامه حیات میده. تشکر. آقای بیان، بهشت و جهنم در بهائیت. بله چشم. عرض کنم که اجازه فرض شما واقعا شاهکار کردید در مورد اون قسمت آخر. در باور بهایی ما ابتدا از اینجا شروع میکنیم که خداوند در خلقت انسان جسم ما که از عالم مادی میاد مثل بقیه موجودات، ولی ویژگی انسان در روان اوست که روان همون فارسی روحه و جان مربوط به قوت حیاتی که در سایر حیوانات هم هست. پس ویژگی انسان به روان هست و روان چیزی است که خداوند هدیه میکنه به هر نطفه‌ای که در حال رشده. و هدف از این در آیین بهایی به این صورت در آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها توضیح داده شده برای ما این هست که خداوند هدفش این هست که این روانی رو که خلق میشه در این عالم که به عنوان مدرسه‌ای هست یا مثل یک کارگاه هست بیاد و در رفتار و بودن در کنار سایر انسانها فضیلت‌های انسانی پیدا کنه، مثل عشق و محبت و وفا و اینجور چیزها. در نتیجه خود این زندگی رو و زندگی در این عالم جسمانی رو ما یک مدرسه میدونیم که همه ما برای کسب این معارف و فضیلت‌ها میایم. میتونیم در خود همین زندگی
شرایطی برای خودمون و دیگران ایجاد کنیم که این شرایط وحشتناک باشه. در نتیجه اونهایی که میگن جهنم در همین عالم هم هست، بله درست میگن. شما به هر کدوم از این جنگ های متوالی و بزرگ بشر که نگاه کنین، شما تصویری از اون جهنمی که به صورت تمثیلی در کتب مختلف نوشته شده میبینید. ولی ما معتقد هستیم که این روح بعد از کسب این کمالات به هر درجه‌ای که برسه، بعد از پایان این عمر طبیعی هرچی که هست، یا به دلیل تصادف یا به دلیل بیماری، به هر دلیلی، یا کهولت سن، بعد از اینکه این جسم توانایی خودش رو برای بودن و آثار حیات داشتن از دست میده، این جسم کارشو کرده و روح که در درون انسان نیست. در آثار بهایی توضیح داده میشه که این روح تعلق به این جسم داره، علاقه‌ای بهش داره، رابطه‌ای باش داره و این رابطه مثل رابطه خورشید هست با یک آینه. و وقتی که این آینه جسم انسان توانایی خودش رو برای منعکس کردن اراده و برنامه‌های روح از دست میده، این جسم به خاک برمیگرده چون از خاک اومده. و روح که در وهله اول در عالم جسمانی هم نیست، چون روح خودش یک کیفیت روحانی هست که همیشه در عالم روحانی است. در نتیجه قطع این رابطه میشه. خب حالا اگر این روح در این عالم کسب اون اهداف این عالم رو کرده باشه، یعنی وفا و صفا و محبت و عشق و راستی و درستی و این چیزهایی که همش خصوصیاتی تجربی هستن، چون شما میتونید برای ابد راجع به عشق بخونید ولی تا وقتی که عاشق نشید نمیدونید عشق چیه. راجع به محبت میتونید بخونید ولی تا وقتی که محبت نبینید و نکنید نمیفهمید چی هست. این خصوصیات رو در کنار انسان‌های دیگه انسان فرا میگیره و بعد روح انسان در وقتی که جسم کار خودش رو کرده، در عوالم لایتناهی الهی، عوالم متعدد الهی، به سیر خودش به طرف اون پدر روحانی که خلقش کرده و از روی عشق خلقش کرده و همونطور که ما دوست داریم همیشه فرزندانمون در کنارمون باشند و محبتمون و عشقمون از اینه که کنارمون باشن، فرزندای ما هم همینطور به اون طرف میریم. حالا اگر همه این فضایل رو کسب کرده باشیم، با حداقل خطاها و اشکالاتی که در این عالم انسان میتونه اشتباه دیگه بکنه، بعد از ترک این تعلقات اون روح آگاه میشه از موقعیت روحانی که درش وجود داره و لذت و خوشحالی و سعادت و شادابی که بهش دست میده وقتی که میتونه فارغ التحصیل شده از این عالم و داره به طرف حق میره، اون کیفیت رو ما بهش میگیم کیفیت بهشت. و اگر روح در این عالم به وسیله این جسمی که در اختیارش هست تمامش رو صرف گمراهی و خطا کرده باشه، ظلم به دیگران کرده باشه، بعد از اینکه ترک این تعلقات جسمانی رو میکنه، این روح یک مرتبه آگاه میشه که چه چیزهایی رو از دست داده. درست مثل انسانی هست که در آخر سال در امتحانش رفوزه شده و این حسرت و خسران و احساس ناراحتی، ما این رو معادل احساس جهنم میدونیم، وگرنه ما باور به یک محل جسمانی یا حتی یک محل روحانی به این صورت نداریم. این اون مربوط به این هست که آیا ما کارهایی که کردیم مورد رضای حق هست و اون سعادت رو داریم و شادی رو یا نه. و اما به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. زندگی جسمانی که روح ما به این عالم از طریق این جسم شروع به عمل میکنه، اولین مرحله در تعالی و ترقی و تربیت این روح ما هست که مخلوق خداوند هست و این تربیت و ترقی در عوالم روحانی ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی اینکه حتی در این عالم اگر ما خطاهای فراوان کرده باشیم و در اون دنیا وقتی که یه دفعه متوجه شدیم و حسرت و خسران به ما دست میده، هنوز هم میتونیم جبران بکنیم به یعنی در دوران تناسخ؟ بله تناسخ نه، در عالم روحانی دیگه روح به این عالم بر نمیگرده. این عالم چیزی نیست که خود دوباره بهش برگرده، یه قدم اوله. و در تشبیه در آثار بهایی چون میدونین یک کیفیت روحانی، چون خود روح هم یک کیفیت روحانیه که نمیشه تشبیهش توجیهش داد، منتها در تشبیه این عالم رو نسبت به عالم روحانی در آثار حضرت بهاءالله به صورت عالم جنینی
در رحم و بعد از به دنیا آمدن فرض میکنن، چون در حالت جنینی این جنین دارای چشم هست، گوش هست، حس ذائقه و لامسه، ولی هیچ احساسی در اونجا که برای چیزی باشه نداره، چون محیط بسیار کوتاه و بسته است، تاریکه، پس چشم چیزی نمیبینه، موسیقی صدایی وجود نداره غیر از قلب مادر و غیره. منتها وقتی که به دنیا میاد یک مرتبه در یک یعنی اون خصوصیاتی رو که در عالم جنینی پیدا کرده، یعنی چشم و گوش و غیره، در این عالم به دردش میخوره. پیدا کردن اون خصوصیات روحانی که خدمتتون عرض کردم که تنها چیزی هم هست که ما با خودمون خواهیم برد، اینها دقیقاً استفاده اصلیشون در عوالم روحانی خواهد بود، چون تمام اونها کیفیت‌های روحانی هستند که ما با خودمون خواهیم برد. بنابراین جهنم و بهشت در آثار بهایی به صورت تشبیهی فقط به کار برده شده برای اینکه ما بفهمیم اون، چون در شروع برنامه جناب آزادراد می‌فرمودن که انسان‌ها در ذهنشون اون خدایی رو که مطابق فکرشون هست میسازن، در مورد بهاییان این طرف دیگه‌ای هست. اون خدایی که در آثار بهایی عرضه میشه به ما، خدایی است مهربان، پر از شفقت و کرامت و فضل، که چون یک پدر روحانی ما دیده میشه و ما به این صورت به او فکر میکنیم و در نتیجه تصور یک جایی که انسانها رو به سیخ بکشن و به آتش بکشن. تشکر میکنم. بعد رد میشیم از بازارچه، ادامه میدیم گفتم. بنابراین اون چی که جالبه اینی که فهمیدیم در بهاییت مکانی به نام بهشت، مکان قابل لمس فیزیکی به نام بهشت و مکانی به نام جهنم وجود خارجی نداره. اینا جنبه نمادین داره برای تشریح وضعیت انسان‌ها با توجه به خصوصیاتی که روی زمین داشتن در دوران بعد. برمیگرد یه یهودی معروف فرصت گفت چرا نمیری اتئیست بشی، ضد خدا یا خدا ستیز. اینا گفتن این مرض دارن، اینا نه عید دارن، نه جشن دارن، نه پسح دارن، نه بزنه به کوب دارن، نه خط سرونی دارن. اصلا مذهب مال سرمایه‌داری. شما تایق مونده بود یه چیزی خواستید دوباره همین. البته خب آیین بهایی اینقدر جشن و سرور داره که آدم از بهایی بودن واقعا لذت میبره، چون این آیین شادیه. و اما دنباله صحبتم اگر بخوایم خلاصش بکنی این هست که در این عالم اگر اون تربیتی رو که ما باید بشیم شده باشیم، خب فارغ التحصیل شدیم. اگر نشده باشیم باید در عوالم رد میشیم، ولی در عوالم بعدی به فضل الهی ما میتونیم اون مدارج رو مرتب طی بکنیم و پیش بریم. در نتیجه این نیست که آخر خط باشه برای یه نفر دیگه همه چیز تمام شده. در عوالم دیگه که عوالم روحانی هستن، بله، با فضل الهی. و در نتیجه بهشت نزدیک بودن به حق و بودن در رضای حق هست برای یک بهایی، و جهنم دوری از او و حسرت از دست دادن فرصت هاست که برای او پیدا شده. و به همین دلیل هست چون در عرفان بهایی، ببینید آیین بهایی اصولا آیین است عرفانی، چون خود حضرت بهاءالله با صراحت می‌فرمایند که این امر برای اجرای حدودات ظاهره نیامده. یعنی شما در آیین بهایی رساله فقهی که نمیدونم باید چه کار بکنید اینو پیدا نمی‌کنید، نداریم. اون تعالیمی هم که هستن بسیار کوتاه هستن. در نتیجه در زندگی یک بهایی که به حالت عرفانی هست، تربیتی رو که مثلا در کلاس‌های درس اخلاقی اینقدر مهم هست بهاییان میگیرن، برای این هست که این تربیت رو ببینن، چون در عرفان بهایی عرفان و عمل هر دو با هم لازمه، یکی بدون دیگری ناقصه. یعنی هم باید عرفان داشت و هم باید عمل کرد. برای همین زندگی، پترن زندگی بهایی، روش زندگی بهایی در این عالم طوری تنظیم شده که هر دو رو با هم پیدا کنه. متشکرم. خب بریم. پس آقای درازاد فرصت هست. هنوز فرصت آقای آزاده در ادیان مقایسه‌ای پوینت‌های مثبتی در بهاییت هست، اما اشکالی که من دارم نمیتونم با شما نظر خودت اول بگو. اینو میخوام بگم که اون آزادی دیگر اندیشی ندارم. من آزادم که هر چیزی دلم میخواد، هر چیزی، ولی شما باید اجازه بگیرید از یه مرکزی که چی بگید. نه اینجوری نیست جناب. من فکر می‌کنم مگه الان ایشون میان اینجوری در امور مذهبی شما نمی‌ذارید که هر چی از خودت بگید. امور مذهبی ما امور عرفانی دیگه احتیاجی به نیاز نداره. حالا شما بهش زدن بفرمایید. من امیدوارم 5 دقیقه
به اون فرصت بدید. بفهم. یه مطالعه داشتم خودم شخصا روی سعدی و حافظ، این دو شاعر ادب ایران از سرزمین من و تو شیراز. و سعدی شکی داشت یکی از بلند پایگان ادب ایرانه، نثر مسجع اون شاهکاره، اما باورهاش عقب مونده است به گمان من. یعنی نسبت به حافظ به مراتب روشنفکرتر و دقیقتر میاندیشه به جهان. منتها بیچاره دوچار در تنگنا قرار میگیره، نمیشه برای همه راز رو گفت. میگه مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. و بعد میگه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا. یعنی حافظ اعتقادی به قیامت نداشته، من به صراحت میتونم بگم اعتقاد به جهنم هم نداشته، بهش جهنم 100%. یه روشنفکر واقعی بود حافظ به گمان. اما برگردیم یه مقاله مفصلی از یک محقق آلمانی که روی زرتشت مطالعه کرده، میگه که اون زرتشت رو یک دین دوالیست میدونه، یعنی دین دارای دو خدایی، منتها خدای بدیها و خدای نیکیها. میگه که انگیزه اعتقاد به زندگی پس از مرگ از اینجا نشأت میگیره که زرتشتی معتقد است که همیشه خدای خوبی پیروزه، مثل اورا، و اهریمن شکست میخوره. اما در مسئله مرگ و زندگی این اهریمنه که پیروز میشه. بنابراین برای حل این مسئله گفته با دوباره برمیگردیم، یعنی اعتقاد به زندگی پس از مرگ رو در حقیقت در زرتشت، در یهودیت اصلا دو فرقه هستن که سدوقیان که اصلا اعتقاد نداشتن، فریسیان هم زیر تاثیر فرهنگ ایران و فرهنگ زرتشت چیز رو آتئیستا چی فکر میکنن؟ بهشت و جهنم. عزیز شما وقتی بگیم آتئیستا یعنی اونهایی که به خرافات اعتقادی ندارن. مثلا کلی آتئیستا به حقوق انسانی، به علم، به پیشرفت بشر، اینا رو مقدم و روشن نمیام زندگی کنن دست یه آخوند عاشق چغندری که گویا نمیدونم به طبق یه روایتی یا تفسیری شده ولی فقیه. احمق نیستن اجازه بدن که یک آخوندی یه آدم عقب مونده‌ای در کلیه شؤون اجتماعیشون شرکت کنه. آتئیستا بزرگترین افتخارشون اینه. اما این بهشت و جهنم من معتقد هستم که در عده معتقد در همین جهان. شما چی فکر میکنید؟ من به تجربه دیدم که خیلی بودن که به تجربه دیدم که بسیاری دست به آدم کشی زدن، خلبانی بودی که فرض کنید که بام ریخت سر مردم، اما به اصطلاح جهنم افکار خودش، جهنم اعمال خودش از اون یک بیماری که دست به خودکشی زد. یعنی به وجدان اعتقاد داره. معتقدم که یعنی در حقیقت وجدان انسان در قبال زشتی ها متاثر خواهد بود. اما بودا رو من یک کتابی می‌خوندم چگونه خدا انسان شد و چگونه انسان خدا شد، مال آقای مهربابا. من یه علاقه عجیب پیدا کردم برای این آقای مهربابا کی هست. در جریان یه دفعه من دارم باغبونی میکنم. نه داشتی جارو میکشی. جارو میکردم. نه باغبونی میکردم. توی معبدی من رفتم دیدم که آقای دارن در یک معبد هندی جارو میکنن. یعنی در حقیقت من برای یک این اثر ارادت پیدا. نه ببین چی بود؟ شما وقتی یه جایی میخواد برید باید بگه آقا شما ایمان دارید به تو فریب دادی اینا. نه بالاخره باید به وسیله بریم تو. گفت آقا ما باغبونیم، رفتیم گل‌های اونجا رو آب می‌دادیم، بعد که در حقیقت قبول می‌کنن بریم کتاباشون رو بخونیم، باشون صحبت کنیم. آدمای بدی هم نبودن. و این مسئله چگونه انسان خدا می‌شود گادمن و من گاد رو یه مقداری دامنه فکری من رو وسعت بخشید. راستی اونها معتقد هستن که در همین جهان بهشت اعمالش رو اگر نبینه این روح معتقد به تناسخ هم معتقدن این روح به کالبد دیگری خواهد رفت و این روحی که در حقیقت با نفس به اصطلاح زشتی ها همراست باید پاک بشه تا به مرجع برگرده. یعنی مسئله روح رو بهش معتقدن. اما
دوست عزیزم مطرح کردن که روح هم روان. شما بله. شما روح چی؟ و روان دو چیز متفاوته. مسئله روان و روح من در فرصتی که رفتم در ایران آقای مبودی، استادی که علم النفس بواری سینا رو تدریس میکرد به دلایلی مسافرت بود، مریض بود، ما گفتن آقا ما یک کلاسی داریم، این استاد میتونه بیاره درس بدیم؟ ما هم گفتیم بله. و من برای تدریس علم النفس بواری سینا روی نفس ناچار شدم خیلی مطالعه کنم و بعد نفس در خود قرآن نفس با معنای مختلف میان، یکیش به معنای روحه. گرچه از محمد سوال میکنن که نمیدونم راجب روح چی میگه، رندانه میگه خدا میگه که اصلا سوال نکنید، این یه چیز نزد من، قل روح من امر ربی یسألونک که عن روح قل روح من امر، رندانه نتونسته جواب بده، گفته خدا گفته این فضولیه به شما نمیده. در حالی که مسئله روان و مسئله روح و مسئله نفس همه اینها در ترمهای خودش داره. اگر یه فرصت دیگه در زمان دیگه به ما بدید به طور مفصل براتون توضیح خواهم داد. در روی هم رفته عده‌ای بر این باور هستن که از جمله از آقای بازرگان سوال کردن که آقا تو بهشت، اولی بهشتی که انسان بوده همون بهشتی که مردم بهش میرن، آقا یه بکار میشه از این، نه اون بهشتی که انسان درش آفریده شد یه باقی بوده، با اون بهش فرق بوده. آقای المیزان یه چیز دیگه میگه، باغ آدم. یعنی در حقیقت مفهوم بهشت و جهنم در میان مفسران متعدده و دیدگاه های متفاوت رو ارائه میدن، ولی به طور کلی روشنفکران و فیلسوفان جدید اساسا اعتقادی به زندگی بعد از مرگ ندارن و اما از لحاظ اخلاقی یه عده بر این باورن که نمیشه یه کسی ظلم بکنه، مال مردم بخوره، هزار کار بکنه بعدم بمیره، باید یک جایی میزانی باشه، حسابی باشه، کتابی باشه. به این دلیل عده‌ای از لحاظ اخلاقی معتقد به زندگی بعد از مرگ میشن. از اونجا که بشر نمیخواد بمیره، علاقه به حیات داره، بنابراین عشق به بازگشت خودش مقداری به انسانها امید میده. ولی روشنفکران و فیلسوفان اتئیست نه اعتقاد به جهنم دارن، نه بهشت دارن، نه به اعتقاد به خدایی که انسان رو کوچک میکنه. تشکر. اون به اون باغ عدن هم میگن که در شرق آفریقاست و پایه تحقیقاتی که برخی هم تصور میکنم که انگیزهای نژادی هم قطعا درش مطرحه. یعنی میگن در شرق آفریقا قرار گرفته بود. قربان در خب آخرین بریم به سراغ آقای دکتر ابراهیمیان عزیز، بهشت و جهنم. یه چیزی که من استنباط کردم از حرف آقای نادر آزادرا که اولا وجدان وجود داره، یعنی انسان متکی به وجدانشه و خب اگر قبول بکنیم که وجدان جزء نفسانی، جزء به اصطلاح عوالم درونی انسانه، خب پس به شکلی این سخن ناقض حرفای خودشونه که بعداً منکر شدن گفتن و بعداً بیشتر از قول این و اون سخن گفتن و من نفهمیدم بالاخره خود آقای آزادرا چی فکر میکنه. من اعتقاد به بهشت ندارم. بله؟ نه بهشت و جهنم، ولی وجدان وجود داره. آقای مطلب بهشت و جهنم در یهودیت جور دیگه بهش نگاه کردن. اولا با وجودی که همونطور عرض کردم در مقدمه اسلام، یهودیت و مسیحیت و ریشه‌های مشترک فکری دارند، ولی در مورد بهشت و جهنم تناقض عظیمی بین این تفکرات وجود داره. برای اینکه عرایزم رو فرمی بهش بدم که شنونده ها بتونن استفاده بکنن، نظریات یه راوی را به نام ربی جوزف تلوشکین که هنوز زنده است و امریکا زندگی میکنه بیان میکنم و این مطالبش از نظر فکر قابل درکه. میگه که یهودی‌ها اوریجین زندگیشون بعد که از مصر اومد بیرون یه مقدارش واکنش به زندگی در مصر بوده. در فرهنگ مصر مرگ خیلی مهم بوده. یه پادشاه از روزی که میمده سر تخت میشسته یا حکومتی رو دست میگرفته همش فکر مرگش بوده، خانه ابدیش بوده. این پیرامیدهایی که ما میبینیم با اون عظمت برای خانه مرگ کسی است که دلش میخواسته مرگش رو ابدی بکنه. حتی بزرگترین کتابی که در دنیای قدیم مصر وجود داره The Book of Dead، کتاب مرده هاست. این مهمترین کتاب مصری هاست. یهودی ها اسم کتابشون، توراتشون، اس خیمه، درخت زندگیه، نه درخت مرگ.
و این در جریان اولیه تورات و در طور تورات وجود داره. درست اشاره های به یک ابدیتی در تورات شده، ولی هرگز در کتاب تورات نامی و اطلاع دقیقی از بعد از مرگ وجود نداره. این تورات بهشت و جهنمی رو نمیشناسه و برنامه رسمی در این مورد بیان نمیکنه. یعنی نه بشارت به بهشت میده، نه به هیچ وجه صحبت درباره اینا نه تهدید به جهنم، نه، ولی در پیوستن به خدا، برگشتن به اوریجین. برای که تفکرات یهودی اینه که انسان از جسم و یه چیزی غیر از جسم، حالا هر چیز رو بخوام بذارین، روح، یهودی بهش میگن نشما، تشکیل شده که اون رو خدا به بشر داده و اون چیزی که انسان رو از بقیه موجوداتی که روی زمین هستن متمایز میکنه و تعهداتی برای انسان ایجاد میکنه. یه ربای یهودی خیلی قشنگ میگه، خیلی سالها قبل از اینکه تئوری های فیزیکی مدرن وجود داشته باشه، حدود 1000 سال پیش، میگه اگه شما یک کاغذ رو، یک کتاب بسوزونید آیا از بین میره؟ توضیح میگه نه از بین نمیره، فقط تبدیل میشه. یعنی بدون اینکه اون فیزیک مدرنی رو خونده باشه اعتقاد داره که هیچ چیزی از بین نمیره، همه چی تبدیل میشه. این تبدیل درکش مهمه و این اونجاست که تفکرات و شعر و ادبیات و فلسفه وارد مرحله میشه. هیچ کدوم از اینا اثبات نمیشه. وقتی میبینیم دنباله این تفکرات چی میشه، حدود قرن سوم میلادی در یهودیت اعتقاد به یک افتر لایف، به یک زندگی بعد از مرگ به فرمی که کم و بیش امروز وجود داره پیش میاد. اعتقاد اینه که این تفکرات رو یهودی ها از هلنیزم، از یونانی ها گرفتن، چون در خود اصل تورات این وجود نداشته. ولی این به ترتیب رشد پیدا کرده و ربایای مختلف، متفکرین مختلف یهودی در قرون مختلف و سبک‌های فکری که این اواخر ایجاد شده، همه اینها به یه شکلی از اون دنیا اعتقاد دارن. ولی جالب قضیه اینجاست، به این من میخوام توجه بدم، چیزی که به من اهمیت میدم بهش اینه که ما به اون دنیا وقتی فکر میکنیم به خاطر اون دنیا نیست، به خاطر این دنیاست. یعنی فکر میکنیم که تفکر اون دنیا زندگی این زمین رو چجوری بهتر میکنه. خیلی جالبه که یه میدراش یهودی در یه فلسفه که مال همین تلمود هستش خیلی قشنگ میگه. ببینید جوری که تصور میکنه به اون دنیا به شکلی که ما این دنیا رو تصور میکنیم فکر میکنه. میگه در اون دنیا وقتی ما میریم، اونا که میرن بهشت، اونا میگن جهنم، البوشون، بازوشون خم نمیشه. این تصور خیالش اینه. میگه اونهایی که آدمای نیک و خوبی هستن به هم کمک میکنن، هر کسی میتونه اون یکی دیگه رو تغذیه بکنه، اون تغذیهش رو هم حالت جهانی بهش میده، حالت فیزیکی بهش میده. اونهایی که میتونن در بهشت هستن، با وجودی که بازوشون خم نمیشه، به هم دیگه غذا میدن، به هم دیگه رو تغذیه میکنن، ادامه میدن. اونهایی که خودخواهن، متفرعنن، زورگوان، ظالمن، اونها از این خصوصیت اخلاقشون یاد نمیگیرن که میشه کسی دیگر هم تغذیه کرد، میخوان خودشون تغذیه بکنن و همیشه در گرسنگی میمونن. این رو در حقیقت یه برداشتی میکنه برای اینکه ما تو این دنیا توش زندگی میکنیم، به ما این رو میخواد بگه. یا مثلا یک میدراش دیگه میگه که در اون جهان مثل یک مدرسه است و افراد دارن یاد میگیرن، آموزش ادامه داره و اون کسانی که اهل آموزش نیستن عذاب میکشن، اونا که اهل آموزش هستن لذت میبرن. وقتی که ما ادامه میدیم در تلمود مرتب به حالا میرسیم، به اینجا برمیخوریم که مثلا فرضاً نمونه دارم میگم، در تلمود بحث درباره ادامه اون دنیا به یه شکل قبول میشه که اون دنیایی هست، از این گذرگاه که ما میریم یه اتفاقی میفته، ولی این یه چیز ابدی نیست، یه چیز موقته. شما الان در رسومات یهودی هم در اینجا میبینید یهودی ها برای مردشون 11 ماه مراسم خاصی میگیرن و فکر میکنن این دوره است که ما از این مرحله باید به مرحله بعدی برسیم. دوره است که در حقیقت مثل یک دادستانیه، یه مقداری است که فرد میتونه اونجا خودش تعالی بده و ادامه پیدا بده، ولی هیچ کسی در دنیا در اینا ابدی نمیشه. این دنیا را حالت هتل بهش میدن و اون دنیا را حالت یه خونه ابدی، و برای اینکه از این هتل به خونه ابدی بره بعد از این گذرگاه از این ترانزیت رد بشه. به این ترانزیت 11 ماه طول میکشه، ولی هیچ وقت نمیگه کسی برای همیشه عذاب میکشه و همیشه رنج خواهد بود. در ضمن اون چه که امروز ما بهش اعتقاد داریم در
کلیت در دنیای یهود و بهش توجه داره میشه اینه که این رسوم، این چیزی که ما از بقیه گرفتیم، یهودی‌ها به طور کلی در دنیا بهش اعتقاد پیدا کردن، یعنی اعتقاد به اون دنیا به این شکل دارن، ولی هرگز حالت‌هایی که در مذاهب مشابه وجود داره در یهودیت نیست. یعنی ما به هیچ وجه اعتقاد به اون خوشگذرانی‌ها، عیاشی‌ها یا اون آتش سوزان جهنم به اون شکل در این یهودیت اصلا وجود نداره. من فقط یک اضافه میگم در گی هینوم که صحبت در شد، گی یعنی دره، هینوم که هینوم باشه، و این جای بوده در خارج شهر اورشلیم که در دوران بت‌پرست‌ها افراد بچه‌هاشون اونجا قربانی می‌کردن و بعداً هم زبالدان شهر اورشلیم شده و چون یه جای خیلی ناجوری بوده تصور جهنم رو به طور شاعرانه این لغت رو برداشتن و گهینوم رو به صورت، اگر اجازه بدین در آتی همین امروز حتما از بازارچه بتونم ادامه بدم چون مطالب من تموم نشد. حتما خب از بازارچه عبور می‌کنیم تا مونده حرفای دوستان. اگه چیزی هنوز زمین مونده وقت هست که بیان بکنن. میدونید که دوباره زلزله هم در لنگرود هم زلزله آمد، زلزله تقریبا دیگه همه جا در تمام ایران داره رخ میده. یک کارشناس برجسته داریم، کارشناس برجسته زمین شناسی، ازش خواهش کردم که بمونه شب اینجا، آقای دکتر قاسم بیان. این هفته رو با اینکه کار دارن قول دادن برای برنامه فردا هم میانن چی داره، چه اتفاقی داره در زیر در لایه‌های زمین ایران رخ میده که این همه ما زمین لرزه داشتیم. برخی از اونها بسیار خطرناک، برخی بسیار هشدار دهنده است. فردا برنامه رو از دست ندید. نیم ساعتی با یک منزل با آقای دکتر بیات خواهیم. جالبه تازه وقتی آگهی‌ها شروع میشه بحث دوستان گل میکنه و دیگه فوق العاده است. به نظرم شنیدنی است. الان بحثی که داشت آقای دکتر بیات آقای آزادراد بر سر روح و روان بود که روان معادل روح عربی است و گاهی این هر دو رو یعنی دو قلم رو میبینه آقای آزادراد. برابرشون جالب. دوباره میکنیم برنامه رو. امیران عزیزم و همراه دوستان چیزی موند میتونی در این قسمت بگید. آقای ابراهیمیان به نظرم چند کلمه میخواستن اضافه بکنم، بفرمایید. دنبال مطالبی که خدمتتون عرض میکردم میخوام چند تا نظر مثلا کلی رو بهتون بگم که واقعا چجوری فکر میکردن کسانی که اولا به هیچ وجه تفاوتی بین یهود و غیر یهود نداشته. مثلا رامبان وقتی درباره اون دنیا صحبت میکنه که یکی از 13 اصولش هستش، میگه اون جهان باقی برای همه است. چیز خیلی استثنایی و خیلی محدودی برای یه گروه خیلی خاصی نیستش. و جریانی که الان وجود داره در مخصوصا در بین کابالیستا خیلی مهم هستش. اونها به گیلگول نشاما اعتقاد دارن، یعنی اعتقاد دارن که انسانی که به این دنیا میاد یه مسئولیتایی داره، یه مأموریت داره، یه اعمالی باید انجام بده. همونجوری که عرض کردم مسئله ایمان عمومیش مهم نیست، مسئله اعمالشه، میتسوت، کاری که باید تو دنیا بکنه، که اگه واقعا نتونه این وظیفه‌ش رو در این دنیا انجام بده مجبور به یه شکلی برگرده. این خیلی شبیه این مقداری افسانه‌های مال هندی‌ها هم هستش و این رو اعتقاد کامل بهش دارن که گیلگول یک جان ممکن دوره برگرده در یه جسم دیگه‌ای که باید وظایفش رو تکمیل بکنه در این دنیا. اینه که فشار صحبت و تکیه کلام بیشتر روی این دنیاست، روی خدمت به آدمای دیگه است، روی جهان فعلی هستش و جهان باقی درست هستش که یه مرحله نهایی به نظر اغلب میاد، ولی هرگز این دنیا بی اهمیت نیست. این دنیا با وجود اینکه فانی هستش نکته خیلی جای خیلی مهمیه، اعمال ما در این دنیا مهمه، روابط ما در این دنیا با هم دیگه فوق العاده اهمیت داره و ما فکر نکنیم که ما فقط به این دنیا اومدیم که به شکل اینجا رو تمام بکنیم و مزد و خیر و شر ما در یه جهان دیگه قرار داره. این خیلی خیلی مسئله خیلی مهمی هستش و درسته که ظاهرا به صورت یه نکته خیلی کوچیک شروع میشه، ولی این تفاوت فکری افراد هستش در مورد تمام اعمالشون. اتفاقاتی که فعلا در دنیا میگذره یه مقدارش روی همین قرار داره که افراد این دنیا رو فانی، بی ارزش، بی اهمیت میدونن و همه در انتظار هستن که مزدشون رو در یه جهان دیگه به وسیله یه سیستم دیگه دریافت بکنن. آقای خیلی سریع بفهمید. چشم قربان. عرض کنم جناب آقای امیر شهرتی اگر التفات بفرمایند، یه عکسی هست از چی؟ از دمشق خب که
این چیه؟ متوجه می‌فرمایید یه خانومی بسیار زیبایی است مسیحی خب و ایشان را به تخت بستن، تجاوز کردن و صلیبی که مسیح روش مصلوب شده، مال کیه؟ این مال 2-3 روز پیش، عجب. درست مثل صلیبی که یعنی در دست کشتن. بنده هست، کردن تو حلقش. وای عکس بردارید خواهش کنم. بله. دیدن همه. بله، عرض کنم بردارید عکس. این جایی است که سعدی شیرازی آخه دمشق یکی از قدیمی ترین شهرهای مسکونی دنیاست. حالا اینجا ببینید به جهنم تبدیل شده. و عرض کردیم از استرالیا تا شیراز گویا خیلی چیزا در خیلی جاها عوض نمیشه. 700 سال پیش یک دگر اندیشی به نام شمس‌الدین محمد را بارها و بارها به دادگاه اسلامی بردند که وی را بکشند. حافظ را بارها و بارها. بله. و یکی از این آخرین، این افتخار دارم این را به حضور هموطنان بگویم، یکی از این آخرین دفعات که برگشت منزل، یک دیوان غزلی در خفا حافظ نوشته بود که هیچ که از این اطلاع نداشت الا اهل منزل، و اهل منزل از ترس اینکه نیان این را پیدا کنن انداختن تو حوض داخل منزل و این اثر جاوید را از بین بردن. و از کنم 700 سال بعد میبینیم در شیراز در جوار قبر حافظ حداقل یک سری دیگر از موجهای دستگیری نوکیشان مسیحی، یعنی افرادی که بنا به دیانت مبین اسلام مرتد هستند، یعنی مسلمانانی که از اسلام خروج کردند و مسیحی شدند، به نام محمد روغنگیر، سروش سراجی، اسکندر رضایی، مجتبی سید علاءالدین حسین، محمد رضا پرتوی و عده دیگر را نوکیشان مسیح. بله. خب شما چیزی داشتید بفهمید. میخواستم بگم که در عرفان بهایی این عالم گرچه تعبیر به یک مدرسه یا کارگاه شده، ولی نقش انسان در این عالم پیشبرد تمدن مادی و معنوی هر دو در این عالمه. یعنی این عالم رو باید تبدیلش کرد که روز به روز محل شایسته تری برای انسان ها باشه و در نتیجه ما منتظر پاداش در عالم بعد نیستیم. عالم بعد هم جزئی از قدم های بعدی هست. و موردم گفتید این حتما یاد باشه توضیح گفتید ما روزهای شادی خیلی داریم فراوان. یا چند تاشو بگید روی نه یه دفعه ممکن لیستشو بدید. لیستشو براتون میارم، خیلی شاد داریم. و اما یه نکته چند روزه جمع حدودا فکر میکنم ما روز که خیلی زیاد در روزهای شاد، بله 7 روز بسیار زیاد که حالا تعداد بیشترشون هم براتون میارم. و اما یه توضیح میخوام بدم چون چند بار این مطرح شده راجع به روح و روان. بله. مثلا در گاتها اشاره میکنه که انسان دارای تنو که همون تن باشه و اوروان که روان. یعنی خود گاتها که قدیمی ترین سندی هست که ما داریم. یا مثلا شیخ فخرالدین عراقی همدانی البته میگه بنواز به لطف جانم آندم که از کالبدم روان برآید. پس کالبد میشه جسم، روان چیزی دیگه. یا سلمان ساوجی، میخواستم بگم این حتما نیست، سلمان ساوجی مثلا میگه هر چیز تنی دارد و جانی و روانی. پس تن، جان، روان. تو جان و تن ملکی و حکم تو روان است. اگه بخواید میتونم ادامه بدم. از یکی از صفات آب هم روانی است دیگه. میگم وقتی جسم میسته از حرکت باز میسته، این روحه که در واقع حرکت یعنی روانه که آدمی روان میشه در دوره به اصطلاح در نکته مهم جناب میبودی این هست که ما افکار مختلف و ادیان مختلف رو همه مثل حلقه های زنجیر به هم ببینیم. این اون باور بهایی است که وقتی ما همه اینها رو دیدیم، هر دیانتی هر چیزی که میگه البته مقدار زیادی برخواهد گرفت از فرهنگی که بوده، از کتب قبلی که آمده و غیره. این رو ما به عنوان دزدی نمیدونیم، بلکه چون همش از یک منبع هست، مثل اینکه یک استادی از استاد قبل یا کتاب قبل قرض میکنه و عرضه میکنه و اصولا یک استاد خوب استادی هست که بر مبنای اون چی که انسان میدونه، شاگرد میدونه، میاد درس خودش رو میسازه و جلو میره. به همین دلیل هست که شما مثلا فرض کن به آثار بهایی که نگاه میکنین، چون فرمودید سوال کردین، انقدر از آثار بزرگ شعرای ما مثل مولوی، مثل حافظ و نویسندگان عظیم که مخزن همه حکمت ماست مثل سعدی و غیره وجود داره، اینها دزدی از این آثار نیست. اینها
استفاده کردن از اونها، ساختن بر مبنای اونهاست و گاهگاهی هم عوض کردن نقطه تاکید. آقای بفرمایید. ارشد که این قطر نما سعودی رو خودتون؟ نه این ساعته. ساعته؟ نه. من فکر قطر نما. شبیه قطر. قبل نماز موقع نماز. ها قبل نما. آره. ارشد که ببینید یک جمله داره یکی از دگراندیشان فیلسوف میگه تنها باورهای دینی است که به انسان اجازه میدهد رذیلانه ترین اعمال را با خوشنودی تلقی کنید. شما ببینید این آقای یا امروز اثبات شده واقعا کلام درسته. الان آدمی که این دختر خانم زیبا رو در حلقومش صلیب کرده، من نمیدونم با چی میشه. یا فرض کنید که شما قیافه ایرونیه که در مراسم سنگسار با خوشحالی اظهار شعف میکنن که دارن یک کار خدایی میکنن. یعنی این بدبختی اینجاست، در حالی که انسانهای پریمیتیو که نه مسجد رفتن، نه کلیسا رفتن، نه عزیزات قدس رفتن، نه موسی رو میدونن، بعضی که یک کار زشتی میکنه جامعه شناسان، مردم شناسان احساس نگرانی وجدان میکنه، سعی میکنه به یک صورتی زشتی اعمال خودش جبران کنه. بنابراین اشکال مذهب موقعی است که به نام مذهب بزرگترین جنایت انجام میشه. آقای رازی بیش از 85 کتاب داشته، زکریا رازی. یکی از کتاباش مخارق الانبیاء است. یعنی ما اصلا اعتقادی به پیغمبری نداره. این تمام کتاباش از بین بردن. یعنی اگه آدم بخواد تحقیق در کار رازی بکنه باید بره در کتاب مخالفین، ببینید اونها یعنی جمع‌آوری کنه تا اگر اثر پای باشه. چرا باید دگر اندیش و بسیار از روشنفکران به علتی که فرض کنید که مذهبی نیستن باید آثارشون نابود بشه؟ این یکی از جنایاتی است که در حقیقت باید بگیم که بد تلقی کردن و یا سوء استفاده کردن از باورهای دینی متاسفانه خدای زشتی رو به مردم کاملا درست. و متاسفانه در هیچ سوره این همه به نام دین بشر مرتکب جنایت نشده. فکر کنید بودایی ها اصلا در برهمه مردمانی سلیم، خیلی سلیم، خاکی، فروتن، طرفدار مسالمه. این کار به کجا کشه؟ میریزن مثلا خونه مسلمان ها رو آتیش میزن. تعداد زیادی مسلمان ها رو در حمله نهایی کشتن، 300-400 نفر از بین بردن، همه به نام یا اون چیزی که در سودان داره میگذره. گروه شباب ببینید داره چی کار میکنه، یا گروه شبیه در همین سوریه در یکی از شهرها چند روز پیش 400 نفر یک جا کشتن. یا در سوریه الان تصویرهایی هست متاسفانه وحشتناک از طرف مخالفان بشار اسد، یعنی یه مش آدمی که خودشون آزاده تو این دنیا معرفی میکنن، یک سرباز طرفدار بشار اسد رو دارن اره میکنن، تمام بدنش قطعه قطعه به اره. یکی دیگر رو که با خنجر قلبش از سینه بیرون میکشن و یارو اون آقای ابو مرزوق فرمانده گروه ابو مرزوق اون رو این قلب خونچکان رو به دندین به چی میزنه؟ گاز میزنه. مثلا هولناکه. همه به نام مذهب، بقیه هم میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر. جناب میبودی این وقتی هست که هدف وسیله رو توجیه میکنه. چون در جلسه گذشته شما اشاره فرمودین اگر مذهب یک هدفی داره که مثلا فرض کن یک دنیای به خصوصی رو برای خودش میخواد تولید بکنه، تا وقتی که از هدف نامناسب استفاده نکنه افراد آزادن، یا اون مذهب میپذیرن یا نمیپذیرن. ولی همون لحظه که احساس کرد به دلیل اون مذهب بهش اجازه داده میشه که از هر وسیله استفاده کنه، اون موقع هست که بدبختی میاد و فساد پیدا میشه. به تو گفتم زنگ زدم به یه مدرسه در آمازون یه آقای از باهایی اونجا رو اداره میکنه، مدرسه هم بومیان اینا. حالا قرار شد دفعه بهش صحبت بکنم خاطراتش رو بگه. و واقعا یکی از کارهایی که هموطنان باهایی ما باید بکنن همینه. اینا راستن بعضی‌هاشون 30-40 سال مهاجرت کردن نقاط دوردست، سرزمین‌های جنگل‌های خطرناک مثل آفریقای جنوبی که برخی محیط‌های زندگی یا در اوگاندا یا در آمازون. اینا خاطراتشون به نظرم خیلی جالبه. یعنی باید اینا نوشته بشه، بگن از کجا شروع کردن، چی چیزهایی دیدن در طول زندگی. و امیدوارم که هموطنان باهایی من این توصیه ما رو حتما آویزه گوش کنن، شروع کنن.
خاطراتشون رو بنویسن. چون من یادمه برادران امیدوار یه چند ماهی رفتن آمازون برگشتن دو سه سال خاطرات می‌نوشتن. این اینقدر مهم بود و نمیدونید چه فروشی نشریات پیدا کرده بودن. بعد در حالی که و شمار زیادی الان ایرانی ناشناس هستن در جزایر دور افتاده، در وسط اقیانوس آرام، در یه جایی که مثلا در 12,000 نفر بیشتر جمعیت نداره، اونجا ساکنن، زندگی کردن و خب اینا خاطراتی دارن. روابطشون با بومی ها با اونا چه روابطی داشتن، چطور دل اونا رو به دست آوردن توی محیط های خطرناک. اینا همه جالبه دیگه. هموطنان و همینجا هموطنان یهودی ما در اسرائیل که به نظر من اینا هم باید خاطراتشون رو بنویسن حتما و قطعا تو این 40-50 سالی که در اونجا زندگی میکرد. از اونا ما الان چیزی نداریم، یعنی ادبیات در این زمینه چیش متوقف شد، جای اونا خالیه، این کارم اونا باید انجام بدن. همینجور آتئیستا نیم جایی چون نمیه در فرستادی به آلاسکا. شما آیه باور میکنید بیشتر از دوستان گاهی اوقات من یه خورده سرات لحظه دارم در انتقاد کردن، چون بعضی میگن نمیدونم آقای یهودی که به من انتقاد نه ببین نه به من میخوام از پشت اینترویو نظرمو بگم بدون اینکه میگن نکنه اونا مناظره دارید در ایمان شما اونا میگن که اونا پول میدن بهشون نمیشه انتقاد. چرا من گفتم از این خبرا نیست. اگر من نظرم میگم ایشون جواب میده خدای نکردی خدای هدفم این نیست که کسی رو مورد تحقیق سوال هست برای مردم، یعنی در حقیقت من سوال مردم رو میکنم. حالا ببین در ایمان مناظره داری؟ قراره همه بشینی؟ قراره که بلند پایگانی که در کیا؟ والا هنوز با یه دفعه صحبت زنگ زدن به من آقای مهندس بهشتی. آقای مهندس بهشتی جای آقای نمازخواه مسئول و سرپرست مسئولن. از رو خواهش کردم یه نفر به عنوان نماینده تشیع به ما معرفی کنن. اصلا اونجا آقای آزادراد تشریف دارن. آقای آزادراد عرض کنم تا من نماینده کفار. آخرین کلام شما بگید خداحافظی کنید. آقا جناب دکتر آزادراد علاوه بر اینکه در بین تمام ایرانیان محبوب هستند، بین افراد پنل هم از محبوبیت بسیار بسیار زیادی و در قلب من جای خاصی دارند. و بعد از اینکه ایشون از لباس روحانیت یعنی آخوندی خروج کردن و از اسلام خروج کردن، عرض کنم بیدین شده. از اسلام نه، از خرافات. نه قربان شما 2-3 هفته است که دوباره رجعت کردید. اجازه بفرمایید. و هر چقدر افراد پنل سعی کردن یک خورده ایمان در مغز ایشون یا در روح ایشون، روان ایشون نتونستن. چرا؟ چون ایشون از چرا؟ نه اجازه بدید فیلسوف‌های معلوم الحال اروپایی 2 کلمه، حالا بندم از زمان یک فیلسوف همپالکی خودت به نام ویکتور هوگو، شاید اون مؤثر بشه. ویکتور هوگو دوست حضرت علی چنین میگوید، دائم التدخین، دوست دائم التدخین. برنارد راسل میگه چرا راسلی نیست. اجازه بفرمایید. ویکتور هوگو نویسنده معروف فرانسوی میگوید یک پرنده کوچک که زیر برگها نغمه سرایی میکند برای اثبات وجود خدا کافی است. البته اینا فایده ندارد چون چلو کباب کار خودشو کرده دیگه، ما به پرنده کوچک کاری نداریم. خب بفهم آقای باید. میخوام بگم موقعی که در شهر ادینبورگ من دوره دکترام میگذروندم، یک دکتر بسیار عالی قدر ایرانی که دکترا در رشته مردم شناسی داشت، بله اسمشون هم اجازه بدید بگم، آقای فیلسوف. آقای فیلسوف؟ بله، که من الان شاید 30 خورده سال دیگه باشون در تماس هستم. ایشون تحقیقات عظیمی کرده بود درباره مردم شناسی و در یکی از دور افتاده ترین جاهای دنیا، در یک فرهنگی که شاید خیلی ها مثلا اسمش نشنیده بودن، در یک منطقه بسیار کوچکی تا اونجایی که خاطرم هست در پاپوا نیوگینه. بله. و ایشون رفته بود اونجا و 2 سال با اونا زندگی کرده بود و ریشه های زبانی اونها رو و ریشه های باوری اونها رو تهیه کرده بود که این تز دکتراش بود، دکترا گرفته بود و ایشون داشت اینو مینوشت. خب من خیلی علاقه داشتم، گفتم برای من توضیح بده راجع به همه اینا رو که تمام کرد. شاید مثلا 1 ساعت برای من توضیح داد. ان شاء الله این برنامه رو ببینه آقای دکتر فیلسوف، پروفسور فیلسوف البته الان. بعد آخرش گفت که قاسم میخوام یه چیزی بهت بگم شاید باور نکنی. گفتم چیه؟ آخه من همش بهش گفتم چه زندگی سختی، هیچی نداشتین امکانات. گفت یه چیز عجیبی میخوام بهت بگم شاید باور نکنی.
جایی که من رفتم 15 سال اگه اشتباه نکنم گفت 15 سال یک خانم پرستار بهایی امریکایی اونجا قبل از من رفته زندگی کرده، منم که اونجا بودم به من کمک کرده که من بتونم تحقیقاتم بکنم. یعنی این انسان ها واقعا بدون هیچ توقعی توصیه من بعد درسته نیست، باید و دارن می‌نویسن، خیلی ها دارن می‌نویسن و شاید نظر شما رو هم بگیرن و امیدوارم. نه به نظرم خیلی جالبه. خیلی مثلا آقای بیات قول دادی فردا اینجا باشید در خدمتتونم درباره زلزله منتها خاطرتون باشه بله. من مهندس متخصص نفت هستم. بله به این دلیل علاقه فراوان و نیاز کاری به زمین شناسی داشتم و چون به محیط زیستم علاقه دارم شاید در 20 سال گذشته مطالعه در این زمینه می‌کردم. بله. نتیجه اینها رو فردا در اختیار شما خواهم گذاشت. پس فردا با شما هست. با افتخار. بسیار عالی. خب خیلی تشکر می‌کنم از حضار عزیز که بودند امروز مثل همیشه گوش می‌کردن به برنامه‌ها و امیدوارم که این برنامه‌ها مفید باشه برای اینکه ما بیشتر همدیگه رو بشناسیم و با هم باشیم، در کنار همدیگه رو دوست داشته باشیم. چه تفاوت داره که یعنی چه اهمیت داره که دیگران مذهبشون چیه، اعتقادات، مهم اینه که ما ایرانی هستیم باید در کنار هم باشیم، محکومیم با هم زندگی بکنیم، محکومیم هم دیگر رو دوست داشته باشیم و از حال هم خبردار باشیم. خیلی مهم، از حال هم خبردار. قربان عرضی داشتیم به آقای دکتر بیات. بفرمایید. ایشون فرمودن که من صورت روزهای شادی و جشنهای بهاییات من تقاضا میکنم که به افراد بهایی حاضر در استودیو ایشون بفرمایند این روزا که رسید همه ما رو دعوت کنن دیگه، شرق و اینا نمیخواد. و در ضمن جای آقای دکتر انوشیروانی هم بسیار خالی. بسیار انوشیروانی دکتر میزاقاسی چرا نگفتید؟ گفتن قبلا. بله. کی گفت قبلا؟ چون ایشون گفتن شما که اینم در کم از آخونده ما نداره پلوخور خودشو دعوت کنید. در ضمن امروز آقای نادر آزادراد چیه؟ نشون بدید خواهش می‌کنم آسینتون رو. دکتر سردست آقای آزادراد نگاه کنید. بله آتایی سلطانی. این یکی از بینندگان ما از ایتالیا فرستادیم. خیلی خوب. نمره برنامه چقدر آقای ابراهیمیان؟ برنامه امروز برنامه سازنده‌ای بود و من فکر می‌کنم که در مقایسه با برنامه‌های دیگه عقب نیفتاد. خب شما آقای بیان؟ بسیار دوستان من همیشه مطالب آموزنده‌ای رو میگن و من همیشه فرا میگیرم. خیلی ممنون. از اینکه امشب اینجا میمونید مجبورید تو این شهر ما. نهایت افتخار. آقای آزادراد چند میدید نمره؟ من به همه 20 میدم. باور کنید معتقدم که دوستان همشون امروز خیلی صمیمانه نکات رو مطرح کردن، بیان مطالبی که شاید اگر آشنا به روانشناسی جامعه نباشیم سر و صدا ایجاد میکنه، ولی مثلا آقای شیرزاد ابراهیمیان مسائلی که در فلسفه یهودیت مطرح هست خیلی با صراحت و صمیمانه مطرح کردن بدون اینکه بخوان به اصطلاح تظاهر کنن یا چیزی دیگه بگن. کاملا. و بهترین مشاور منم 2-3 نفر یهودی هست، اینقدر هم دوستشون دارم اگر یه روز صداشون نشینم باور کن میخواد اسمش هم بگم. نه اینقدر اینا آدمای صمیمی دوست داشتنی هستن. اینا دائما میگن ما برنامه رو نگاه میکنیم بعد بهشون گفتم نکات ضعف منو بگید و باور کن صمیمانه به من ایراد بگیرن، نکات مثبت و نکات منفی میگم ازشون یاد میگیرم. شما میتونید خواهش کنم تشریف ببرید روی سایت ما روی فیسبوک در اونجا در نظرخواهی شرکت کنید. شما چند میدید نمره؟ جناب بیات که به علت اومدن از هیوستون یه نمره به خصوص دارن، شکی درش نیست، صده، ولکن جلسه امروز متعلق هست به جناب آقای دکتر نادر آزادراد و با اعترافاتی که کردن معلوم شد فقط نهار نیست، نهار و شام هم هست، یکی از طرف یهودیان یکی از طرف اسلامیان. ولی واقعا امروز هم یه بار دیگه فرصت پیدا کردیم تشکر کنیم، سپاسگزاری کنیم از پدر بزرگهای خودمون، حافظ، سعدی، نظامی مخصوصا دیگه، آقا جامی، اینا چقدر یعنی جلوه سکولاریسم در آثار اینا میشه دید. از همه مهمتر مولوی آدم حظ میکنه چقدر آخه تساهل، چقدر مسالمت جویی و این همه ستایشی که از بقیه ادیان کردن، از همه ادیان، اونم در اون دوره و زمان تعصب بیداد میکرد. مولوی رو بخونید اصلا آدم به حیرت میاد. فرصتی بود یک بار دیگه عرض ادب کنیم خدمت عالی جنابان
خداحافظ شما، تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. همه با هم خیشیم، همه با هم به تو می اندیشیم. کاش با ما بودی، کاش ای گم شدی اینجا بودی. کاش که این همه من ما می شد، قطر دریا می شد، گوهر گم شده پیدا می شد.